اگه فکر میکنی طبیعت مهربونه، این ویدیو نظرت رو عوض میکنه. 1. آتشفشان تامبورای اندونزی. تامبورا زمانی فوران کرد که فشار عظیم ماگما دیگه تحملش رو از دست داده بود و دهانه کوه کامل فرو پاشید. انفجارش به اندازه 1000 بمب هسته‌ای قدرت داشت. آسمون سیاه شد، خورشید ماه‌ها دیده نشد و سال بدون تابستان شروع شد. این فاجعه بیشتر از 100,000 نفر رو قربانی کرد. 2. سونامی اقیانوس هند. وقتی صفحات تکتونیکی زیر اقیانوس با هم گره خوردند و ناگهان آزاد شدند، کف دریا شکافت. همین اتفاق یک دیوار آب 30 متری ساخت که با سرعت هوا به ساحل کوبیده شد. شهرها در چند دقیقه زیر آب محو شدند و بیش از 230,000 نفر جانشان را از دست دادند. 3. زلزله شنشی چین. در شنشی ترک‌های عمیق زمین در کمربند کوهستانی باعث شد زمین مثل یک موجود زنده پاره شود. خانه‌های گلی و صخره‌ای بیدرنگ فرو ریختند و روستاها خاک شدند. این فاجعه که شدیدترین زلزله تاریخ بشره، حدود 830,000 نفر را نابود کرد. 4. طوفان و سیل بهولا، بنگلادش و هند. وقتی یک سوپرسیکلون قدرتمند به جزرومد بسیار بالا برخورد کرد، موجهایی شکل گرفت که وارد روستاها هجوم بردند. بادها مثل تیغ می بریدند و آب شهرها را یک شبه غرق کرد. در این کابوس واقعی حدود 500,000 نفر کشته شدند. 5. آتش‌سوزی جنگلی پشتگو آمریکا. خشکسالی شدید جنگرد را تبدیل به بارود کرده بود. فقط کافی بود باد کمی شدت بگیره و همین باد شعله ها رو به یک گردباد آتش تبدیل کرد. فلزها ذوب شدند، خانه ها تبخیر شدند و در چند دقیقه شهرهایی کامل از بین رفتند. این آتش طوفان حدود 2500 نفر رو سوزوند. اگه از این دست ویدیوها خوشت میاد، کانال داناشو رو دنبال کن.